پلیسی سیت رود است. یک بازی ترسناک و قشنگ، یک گیم پلی که نمیدونم البته چی حالا بدش کن. حالا خیلی خوبه، امیدوارم که حال شما هم خیلی خوب باشه. هیچی دیگه، امیدوارم که ویدیو لذت ببرید. لایک، ساب، زنگوله بغلش رو فعال بکنید. بریم سراغ گیم پلی. خب توجه شده خلاصه بازی عجب ندادم. البته اگه آموزش لست به بازی میخواید حتما به کانال یوتیوب سر بزنید. آموزشش رو واسهتون گذاشتم داخل کانال. حتی اگه به فرمت بازی مثل داگ اگه بخواید حذف کنید بلد نیستی، اونجا واسهتون آموزشش هستش. همین دیگه. یه مقدار اگه با صدامون بده به دلیل بیماری که شاید تا هفته آتی درست میشه که باید درستش بکنم. خب گیم پلی چی نمیگه؟ انگلیش، اسپانیش، ایتالیا. با انگلیش بذاری بهتر. ویدیو رو بذاری. خب همه چی فول استیریه، ویدیوز فول استیری، همه چی PS اوکیه، فوق‌العاده است. حله. هیچ دیگه. یه فضا رو تاریک کردن دیگه رو بزنی دیگه بگه آریوس رو حالا دیگه داشت باید بگه دیگه اکسپت. بگه که ستاره یا اول فصل فکر کنم بر خود بازیه گیراش. یا اول فصل. Hello? Hello, Mr. Rhodes. My name is Roy سلام Miller. علیکم. I اسمم work for the فلان. Roseville Police Department as a این کار رو homicide تو detective. پلیس فلان. According to our records, you are the sole inheritor of the Rhodes Mansion, which is located in the town of St. Rhodes. طبق سواشو تنها وارث برات فلان شما هستی. Oh, this is news to me. I hadn't been یه جا بر informed خبر about از inheriting این سبوری the property. مطلع نشده بود. از برسه حالا خیلی کنم دیگه میدونه. The problem is, we've discovered a connection between your house and a previous case I investigated almost 10 یه years مشکلی هست که با توجه به خواجه برای قبلی من تقریبا 10 سال شده کشف کرده. authorization to search the building. When you arrive, تا مقدار شما میخوام به اسکیل پلیس لزومات بیاد آن رو تحریک کنیم و اجازه جستجوی ساختمان رو Sure, I can do that. بگید که حتما But I'd like to view the property first. چی طور کجا بود دوست داری تده ملک را مشاهده کنی؟ I'll be on my way to the town right now. Let us meet at the mansion entrance. Detective? I'll be there in a few hours. باشه کارگاه چند ساعتی؟ باشه کارگاه چند ساعتی؟ بگیم یه ببینمت. واو توی که بعد زیادی ترسناک باشه. یاد احساس کنم صداش خیلی زیاده. چون صدا رو کم کرد. لودینگ. احتمالا خب بری اول بری کر ببینی. یه قتلی اتفاق افتاده با ورزش شبایی طبق چیزی که من فهمیدم. البته بری بلیکر ببینی. لودینگ. اوه یه دور براتو میتونی بگیری. برم جلو آخری داری بریم سمت خونه. Had to take a scenic route thanks to that damn road. رود ورک متوجه بشه موتوسیکلش فعاله. چرا ولی سریعه؟ باز بهترش میگه که چرا قوه رو زدیم یا که چیزایی که داریم. عینک داره، کتاب داره، درخت داره. چی میگه؟ دفتر خاطرات منه. این باعث فروش افکار منش میشود. این
میگه که شما میتونید با این کتاب مثلا یه سری از داستان بازی حلش کنید. خب بیا میشه بذاره دور داشته باشی. لا گه چیز آقا بگه رو بذارید در باز میکنه بگر دارم. خب چیکار کنم؟ اوه باید بگیری واسه بدی جلو. آخه چه خونه ای آخه. باید باشه لبا میرم. البته خب بازی از قبل سناریو چیده شد. چوبه آقا من اگه دوستشی تو وایسته یعنی داره سیو میده احساس میکنم با باگ لحظ شده. I need to look for shelter from the rain before I catch cold. خب دیگه باید میتونی هرکی رو پاک کنی. یه برف پاک کنی. خب صداش خیلی زیاده ببخشید صداش واقعا زیاد بود. الان هم خیلی زیاده خب باز بهتره. بکش عقب بیا. آره برشو باید بوده جاره قشنگ نگاه بکنیم چیه حتی با احساس میکنم اینکی داستانی داره پاک میکنی. اوه رسیدی به خونه. رسیدی به خونه تو باید اینا جا به جاش کنی. آره بس آره یه چه بگم دوباره بر بابا دیدید شما هم بگو تقاهم داره. دوباره اومد آره برکت کنی آقا لگ دیست خدا ده برکتش میده. اوه داره قفله اوکی دارش یه پخملی سیده نگاه بکن اسکل بلش. باید چیکار کنی؟ اوه شما هم چیزی که من فکر میکنی برو دیگه. بیرو بالا برای چیه خطه شاید داره باید تکو بده. اوه پنجره صداش خیلی بده. Hello? Anyone home? یه کسی خونه هست؟ Guess not. نمیدونم کسی تا چیش تکورش رو پشوشه چیزی نیست. گوشش چی نداره. بذار یا بلفس یا به خبر صدای پاس
کسی خونه هست؟ Hello. Hello. It's me. Locked. باشه داداش کسخل عذرخواهی میکنم البته. بریم طبقه بالا بریم مطمئنم خب یه دونه داشته باشه دقیق پایین ایگو Locked. باشه بابا. اوه عکس خالد پشت یه چیزی نوشته این طرف تو بازه ترسگو هست جویس. اوه ببین خیلی بد نوشته میشه آدم خود با بزنی به نگاه کن این ویلیا بایدر اونم چیه فرانک لیله ادرسون این که فرانک ادرسون نه همش ادرسونه آره دیگه نه رودزه خانواده رودزه این ادرسونه این صدا ببین فرانک ادرسون رودز هیچی نفهمیدم حالا فقط اوه یه که نگاه کنید ببین عکسشو خیلی آشنا بود یه رو سب کن اوه ببین نگاه کنید این دوتا نمیتونم لعنتی بخورم دورتی ویلیام ادرسون این دوتا ادرسون ها یه دونه بچه ها بردن حاصل بچه چی شد فرانک ادرسون چرا این رودزه چرا دختره رودز یکی ادرسون در صورتی که پدر مادرش ادرسون هم این ذهن منو درگیر کرد This door seems to be the only way to the other part of the چیه town. خط میزنه Locked. چیه This door seems to be the only way to the other part of the town. یه که تنها دریه که میتونی مثلا یه قسمت دیگه از شهر برسی پس سری بازی طولانی و بزرگیه صدای پوت اوی در باز پارچه رو صندلی چقدر خونه بزرگه هیچی چیه ری به به ما الان اینجایی نقشه بازی با چرا میشه بوسو توی صفحه نشوده توی الان ما به گیتسی بعد از همون دری که الان باز کردی بریم ادامه بدی تا برسونی به خونه رود هاوس رولز هاوس و فقط نفهمیدم چرا بقیه اونا هدرسون بعد این روده چرا بذار بگم اینجا که اوه کی الان برگردی مطمئنا یه جامسکر داریم اوه این چیز بدیه این چیز بدیه بعد چجوری باید از استفاده کنی؟ خوبه کنم انداخته دور گردن دست این همش فیلمه
یا بلفس یا پیغمبر. یه چی دیدم وای کته نبوده ولی لا اله الا الله. I'll need a fire to light these candles. I'll need a fire to light these candles. ها I'll اینو need چی a میگه؟ fire to light these candles. آرتس براشه بله میگه که فایر آتش میگه شاید این شبه رو باید بگی I'll need a fire to light these candles. چرا خوابش میکنی؟ یا شده کنی توش فردک نیست او نوشته بعد خب چی نوشته بذارید اگه میرم متوجه بشم بخونم واسه تو. میگه که I know flowers might call be wicked for 6 days but I میگه که میدونم ممکنه مرده به خاطر گفتن یه حرف من شریر رو والا اسم کسیه چیه یکی دیگر انتخاب بکنن اما من باید حقیقت رو بگم با تایگو راست آی میگه که من اکچولی واقعا شد میگه که من واقعا خوشحالم که شدیدم ادوار رودس پدید شده. بعدا فکر میکردم که او مرد بزرگی است اما میدونستم که او پشت همه چیزای شیطانی است که در شهر ما اتفاق میفته. میگه که حتی حالا فکر میکنه اون طرف فکر میکنه که اینو نمیشه که ویلیام اندرسون فکر کنم پدره با پدر بزرگ نمیدونم که ویلیام اندرسونه. میگه که حتی فکر میکنم پدرش همه چیز رو شروع کرد. بعد فکر میکنم اون مرد بزرگی است اما میدونستم که پشت همه چیزای شیطانی است. در مورد کی حرف میزنه؟ شریر کیه؟ من خوشم که ادوار رودس آمده شده است. بعد فکر کرده بود خب در مورد ادوار رودس یعنی همون رودس درسته متوجه شدم. خب در مورد ادوار رودس حالا فکر میکنم که مرد بزرگی سبب دسته که باشم چیز شده است. شهر متوقع فکر میکنم بودشم الات اسکال به طرز وحشت‌های دری که به جان برد و وقتی ادوارد آمد اوضاع بدتر شد. حالا که او رفته است سال خانواده بالاخره میتونی با دورتی فرانک لیلیان به عبارت نقل و مقال کنی و از هری مراقبت کنی بدون که ترس از اینکه ادوارد ممکن است بابا چه کند. صفحه بعدی نداره؟ چرا یه صفحه دیگه ویژه داره. یه چی گفته؟ خوبی کامیک به خونه اومده رسه به خانه مالخوری سسروده. دیگر طرف کارگاه روی میلیارد یه همچه چیزی تماس تعریف کرده که من اطلاع داد که ملکی به ارث رسیدم خاله که متعلق به خانواده این دفتر چه خاطرات خوده بوده به ارث رسیدم نمیدونستم باید کنم وقتی که خانواده که متعلق به خانواده روده هست اولش نمیدونستم باید کنم وقتی واقعیت به در و فرو رفت بیش از حد هرس داشتم و قبول کرد که کارگاه را در اینجا ملاقات کنم اما دل شخصان خاله باعث ایجاد درد در ستون فقرات هم میشود. درسته؟ ما اینا سریع میخونم قبلش بهتون میگم آیکانم میگه نمیتونم از خودم فکر کنم خاله چه روز رمزوی در حالا رمز و روزی هم چیزی امیدواره که نه بعضی دیگه چیزی که چیزی که دوست دارم رو کشف کنم همچین چیزی حالا دیگه نفهمیدم چی گفته است. یه اسمی میگه ما الان اینو باید بزنیم
رودرز فامیلی حساب کن. فکر میکنم یارو پایینی خودمونی و این که چرا بقیه ادرسونن. ویلیام همراه ویلیام و دورتی و فراگ بریم تو از هری مراقبت کنیم. خانواده رودی اینجا یکی رو جا انداخته. اسم زنه چی بود؟ یکیه گفت به همراه چیز بریم مراقبت کنیم. ای بابا چه اذیت میکنی. بگه there is something about these experts. یه چیزای عجیبی در رابطه با این لبات وجود داره. خب پس هر وقت لبات دیدی میفهمی که باید پشمام بریزی. این آقا فکر کنم توی گفتش نه این در رابطه با ویلیامه. خیلی همینه دیگه. میگه که من خانواده بالاخره میتونی با دورتی فراگلیان به عبارت نقل کنم. دورتی فراگلیان بازم 3 تا رو میگه. ادرسون شخصی ویلیام ادرسون. اوکی بریش به خاله. چرا من نمیتونم متوجه شم فقط ادرسون و ویلیامو دیچ نرشت. نمیتونم بفهمم. خب بازی داره جذاب میشه. فردک چیزی جا نیست. چرا دیگه الان فردک دیگه Candles lit. Maybe Officer Miller was here. نفهمیدم چی گفت. حواسم رو داشتم شب رو روشن کن. شب دیدی روشن کن. باتری که تمام نمیکنه بورد خودم. برای مطمئنه درش باز شده میدونم. یوز گفت پیغمبر العباس باید بری راز خانواده رو کشف کنیم دیگه. و حالا زدم چرا ادرسون اینا ویلیام اوتو سیوی که دونه اینا چه کاریه. I should find another way. یکی من فکر میکنم بقیه رو پیدا کنم. فکر کنم چیز جدیدی پیدا کنیم. چه چیزی تو رال چه دیده گفت؟ چه دیده گفت؟ برای رال شیفتو بگیر. چه دیده گفت؟ 100% ایجابس کرده. 100% اصلا نداشت مفهومی ها. هاوس آف اندرسون رودس هاوس وی گیت. خب نباید دوباری بی خونه. چه خونه آرومانه بره باید بری میدونیم کم درستی را ایوری برداری. خیلی بازی داره آروم دنبال میشه. همه منو وحشت میندازه. بازی که آروم
شما بیبودی من دارم میبینم یا چیزی نبود تو پشما بودی. لا اله الا الله. اینجا چه خبره؟ یه چی خلاش شهر بازیه یادش بخیر داشت. بازی خیلی داره آرودا بارش. بازی داره روول میشه یا داره استرس بیشتر میشه. اوه رسیدی به جایی که برسی. بابا یه دقیقه بشکونش دیگه. کجای حالا؟ اوه در بسته است. در بسته است. چیکار کنی؟ به نظر من باید برگردی یه جوری در باز کنی. کجا بریم؟ سمت کلیسا میشه رفت. درسته دیگه. سیف رود است. بودو شاید در بشه باز کرد دیگه میشه. اوه باید بریم یه چیزی پیدا کنیم بشه اینو نصف کرد. حالا چجوری باید این کارو پیدا کنیم؟ بگرد پست آفیسیکال آفیس. پست آفیس راستیه. پست آفیس کجاست؟ پست آفیس اینجایی که ضبط در زد و علکی باید همه را آمده. میگم چرا بازی داره تا آروم دنبال میشه. اصلا اشتباه داشتی میکنی. وای یه لحظه کجایی؟ درست های بریم اونجایی که ضبط در زده. گفتم بریم اول بریم یه چیزی برداریم از اونجا تا اینجا ولی دیگه نبرم نگه. کجا باید بریم دقیقا؟ اشتباه دوباره داریم بریم اینجا رو بریم بالا. درسته؟ خیر بگیم بس بگیم دخ بگیم درسته دیگه. پلش جایی که زنی ضبط خیلی روز بسته است. یکی چی گفت؟ پست آفیسی کار کجاست؟ که بایکه. اوه راه ورود به پست فعلا مسدوده. باید خوب بگردیم بریم که چه چیزی الان باید پیدا بکنیم. به نظر بریم سمت کلیسا هم روش بسته است. یه داره اینجا به چرخ بریم تو یه چیزی پیدا کنیم درمش کنیم. شاید جایی بشه رفت. چونه بره در نیستم ریم تو نفسات. اصلا پرش داره. بازی حساسی.
برگردیم عقب. یعنی تو نقشه چی رو گفته؟ نگفته اینجا چیزی؟ دوسته باقی برگردیم عقب‌تر. شاید چیزی ما بهش بی‌توجهی کرد. چیزی بوده که I should find another way. باید راه دیگه پیدا کنم. فکر کنم دقیقا تو همین جاها باید یه راه دیگه پیدا کنم. فکر کنم باید اینو بریم بالا. There's so many missing posters with dates on them. There might be a connection between these and the massacre of 1943. چیکار کنیم الان؟ یکی یه سری حالا کشتاری که میتونه ربط داشته باشه به سال 1943. یکی جیسپ کارت، فردک هیچ که بیده من نوشتی؟ جیسپ کارت میشه پریدن بالا. باید راه دیگه پیدا کنیم. از اینجا که نمیشه رفت. چیه؟ بله آره خدا لعنتت کنه. بابا بلندش کن دیگه. نمیشه رفت توش. اینا چیه آخه؟ چه چیزی توی راست آره بهشه چیه؟ You haven't found the comet. تبریک بگوی. یا پیغمبر رو بگوی. ای بابا. خب چی بود حالا این؟ یه چیزی فایت کرد. در بغل ماه چقدر بلنده. دیدی برگشت یه چی پیدا کردن یا برگشت شاید یه چیزی بوده با چشم رو روش بستیم. اینجا کجاست؟ دیگه اصلا یه سری چیزا بود اصلا بی توجهی کرد. شاید توی خونه یه چیزی پیدا کنیم. چه چیزی رو بدونیم؟ یه چیزی که میشه روش پیدا کرد. یه بار که برگرده همه چی چک کنیم. جالبه. دیدی گفتم یه سری چیزا بوده با هر بهش بی توجهی کردیم. ستاره
سری چیزا بوده بی‌توجه. اینو بعدش کنید درش شده چیز ازش. تو نگاه کنید چی توی علکی نده شایده گرد بود. چرا ما باید سکن شاید خب این هم 3 تا سال چه صندلی نیست اینجا دیگه چوبای شکسته است. سببی نیست اینا. چهار تا شد. آیا احتمالا یه چیزی باید باشه که روتیف چرا میگه روتیف؟ چرا همچه دوست دارم. سیاسه داره احساس کنم درست پیش خوب پیش بره. چیزی باید باشه بی خودی رو پلش چیز به اینا رو بذاری. چیزی یه رازی یه رمزی علتی باید داشته باشه. علتی یه علتی مثلا ببعی. چرا این خطش راسته؟ چرا ببعی سالمه؟ چرا پاهاش چسبیده به هم؟ سلام داشتوی آقای لوکری شهروری بزرگ چیدی بخواه بزرگ بعد خودشه. شدم بود پرست تو قسم به چشم بزرگ من باید بالا. یه سری چیزا هم بالا بوده که با حتما ندیدیم. امکنه این داره علکی بذاره. شاید هم یارو پلش بوده نهار علکی درست کنه شو هیچ. اوه تیکه برگه یادداشت پاره شده. بله یه تیکه دیدی گفته هنوز خیلی چیزا رو چیز کردی. لابه ویلیام اندرسون به سیبور عزیز نمیدونم سیبور کیه. I will be really wasted a little because of that فلان درسته. یکی بالاخره به دلیل اتفاقاتی که در امارات سنت رودز افتاده است واقعا به هم ریختن. یکی میده که چقدر از اون مردم رودز متنفرم. یعنی حالا چیزایی که ازاری رو فکر کنم اندرسون من یه تئوری دارم میگم شاید اسم ما رو عوض کردن. حالا آقا روی چیزهای باید متوجه هستن که من داره پوتیده شدم. میگه آنها به کلها بوتای خدا رو آموزشی گرفته و در به خود خدمت شیطان رسیده. از این جسم مسخره بازی. اگر میتونم سرگاه بشری که داشته سیاه میخواره بیشتر میرسی که به دیواری است. اما یه من همیشه از تحصیل کنندگان رودز بود و هرگز هایتی نمیدید که علیه را صحبت کنم. اما حالا که او رفته هست من میتونم. لابه ویلیام احتمالا پدر بزرگی باشه. هنوز نفهم. ادامه هم داره اشما که تا کلی بود هر میتونم در مورد اونها صحبت کنم. بیه که
میگم حالا که اون تو صحبت کنم میتونم سکوت هم رو بشینم یا رو صحبت کنم برحال و با پلیس تماس بگیرم و چرا که میدارم در مورد کاری هاشفته که مردم رو انجام میدن اون رو بگن یکی از سر کاری اسم میده برای من انجام دارم که به خاطر آنها رنج میبرد ویلیام اندرسون. ویلیام نمیشه بچهش ایلای فرانکه. روشش یا یه صفحه دیگه است یا چیه؟ برحال میگه که محدوده چراغ‌ها در جنگل. میگه که به گفته چندی شاهد ایری در 4 هفته گذشته have a village light information یه توی 4 هفته گذشته دورهای عجیبی در محوطه بازداری بدلا وجود داشتند. یه ایسا در دوانهای شهر در دیورز کلیچ نمیدونم چیه یک تپه لاهوا یک صخره لاهوا در نزدیکی شهر ستروده در واقع شده. بر اساس ادعای آنها چراغ‌ها نظر برایش تشریفاتی بوده یعنی احتمال داره حالا مثلا چیزی باشه. دسترسی به مکان در این زمان اصلا به دلیل مسئله حالا فصلی تقریبا قرار میگیره و همین رفت وارد رسیدگی پلیس به موضوع شد که الان جانسون به ما اطمینان داد که بس اگه منطقه از بالادگی‌های سیلاز رها شد تحقیقات کاملی انجام بدن. هر چی جلوتر میره با پشمام بیشتر میرسه. بیه که حالا دیگه در مورد احیا تجدید حیات یه سری فرقه محلی پس از کشف 63 لیتیو طبیعت وحشی بوی آها میگه که پس از کشف 63 تا لاشه حیوانات وحشی بوی توسط ادارات دامپروری و جنگل‌های دولت ولسموت یا چیزی در نزدیک حوضچه نزدیک جامع ست روتید ایجاد شد. حوضچه نزدیک سامجه 5 نمونه از پرندگان با آزمایشگاه تشخیص بخش بیماری حیوانی در چی در لورسفود ولزموت فرستاده که جنگله ولسفود یا همچی چیزی. بسیار خوب برشی دیگه اصلا بکش چی یه برگه یادداشت دیگه سه رو تازه نوشت به نظر یاد تازه نوشت. آرامش قبل از طوفان بقایای گذشته رو به اضافه پس میگه که دماری را پلاس از دارک راز لوگیک پلیتی the surface was میگه که هرچه بیشتر حفاری میکنم بیشتر متوجه میشه که تاریکی پنها در زیر چی بسیار بدتر از سطح چیزیست که میتونستم تصور کنم. در این شهر there are significant camps at the future میگه در این شهر اسرار راز حالا پنهانی وجود داره که من میترسم حالا بدتر چیزی باشه که هر کسی تصور میکنه.
یه چیزی بود یادمش. اوه فیوز لازمه. فیوز لازم. رادیو عشق بود ولی رو بزنم چی رو بخورم. ولی یادم یه چیزی بودم. به هر حال بریم. فکر کردم همه خونه خلاصه میشه. ولی بزرگتر از اون چیزی که فکر میکردم البته. ولی دیگه فکر نمیکنم. مطمئنم که چیزی فرق داره. یه روزنامه نیست. بهتره که جو ترک کن و چیز خاصی پیدا نکردی ولی یه سری چیزای خوبی متوجه شده. خوب شد که برگشت. به خود یه چیزی توش نیست. بچه هچه بازه شد. هیچی توش نیست. الکی 3 ساعت وقت خودم رو گرفتیم. چهل 3 دقیقه گیم پلیشو پر کردیم. باشو با چند دقیقه سیم رکورد تو کنیم. هیچ خبره اینجا نیست. شده بود برست تو قسم چشم مثل تو. I should find another way. فکر کنم باید یه راه دیگه پیدا کنم. خب راه دیگه پیدا بکنه مطمئن باش. یه میشه رفت حالا. بری برش I should find another way. با خب بیشرف چه راهی پیدا کنی؟ هیچ راهی نیست. همه راه بسته است. الان بریم یه باید بریم. همین دره باز بود. همین دره میشه دروش برید. چی هم کنی تا دیوار بپر پاتو بدار روی از اون بپر برو سر خونتو بریم. کاری نداره ما من بیا برم واسط. دوست داری من واسط بیا برم؟ تو چراغش روشنه. چرا خط بد ساخت بازی. گیم پلیش بده. میتونی بری به سمت پاک. برای راه ها بسته است. هرچی را مپا نگاه میکنم راه ها بسته است. یعنی راهی نداره که بخوای بری. این راه هم که خط خورد مسلمه. ولی هنوز ما یه چیز رو چک نکردیم. یه چیز احساس میکنم که باید به سمت کلیسا حرکت کنیم. بریم به سمت کلیسا پستم خودش بیاد. شاید بزنیم مسلمه که باید سمت خونه ویلگیت خونه خانواده رود بازی خب تموم میشه مسلمه. ولی خواهده که ویلگیت سره احساس کنم که
نیازه که ما بریم. چرا نیازه که ما بریم؟ آخه نمیشه، هم زده دروازه اصلی، هم زده خانواده روت یا روت که مسلم بازی تمام میشه. پس باید بریم به سمت کلیسا. یعنی این طرفیه مسلمه که همیشه حق با من. بریم به سمت روت کجاست؟ تو خونش. این در این در بسته. چجوری باید بریم؟ اینجا چرا باز بود؟ بعده بریم اینجا رو؟ آره دیگه بسته. بابا خب ببر دیگه. چون گشاد چون نمیپری این یارا که نمیشه رفت. مسلمه که نمیشه. باید قشنگ خوب احساسو کنم بگرده. ولی خب آجه هیچ خبر نیست. بیام یه دور دیگه رو ببینیم. شده بود برست تو قشنگ چی قشنگ قصب به چشمون بست تو یه حاله. یه دیگه باگی خورده بابا دستون. یه چیه؟ خدا رحم کن. خدا رحم کن. اینجا کجاست؟ بذار ببینیم که اینجا چه خبره. جاهای جدیدی رو کشف کردی. دیگه جای جدیدی باشه. اوکی به چیز خاصی هم میشه نفس بزنی اینجا هستم. اینجا کجاست؟ Just the thought of what might have happened here gives me the chills. چی؟ چی گفت؟ Just the thought of what might have happened here gives me the chills. اوه آخرش متوجه Just the شدم. thought of what might have happened here gives me the chills. فکر کن چه اتفاق ممکن افتاده باشه که فیل به من میدهد. گوجه که بشه تویتو بالا نمیدونم. شاید منظورش فلفل دولویس فلش کیپ اوت یه جوری بیشته بود. اینجا کجاست؟ بودش کن شوش باز شما چیزی که آدم فکر میکنه نه امیدوارم که راه درستی داریم پیش میریم. فقط امیدواریم که ضایع نشه. چه دستشوییه؟ یه چیز خاصی است.
کجاست اینجا؟ هاوس چیزه؟ رسیدی به جایی که نباید میرسیدی. رسیدی به جایی که نباید میرسیدی. همینجور کپ میکنی با استاپ یه دونه میزنیم. چی لدایی بره نه؟ Hello. Locked. The spare key must be around somewhere. پنجره چیزی Old بوده. habits die hard. لوک دور در تا کلید رو پیدا کنی. 4K توی لیستش تو گلدو تای گلدو بغله گلدو اعتبارات گلدونه دیگه. قشنگ نگاه کن. شاید یه گذاشته برو ایسکا کنه. یه بار دیگه قشنگ چک کنی. اوکی. این خیلی سریعه حسش. ای بهتر. آقا هیچی نیست. دور خونه تا کلیدو پیدا کنی. اینم هست. اینو ندیدیم. مطمئن ندیدیم. شو بغل فیکس بغل نره. Locked. باشه بچه زرنگ. Locked. یه جا کلیس روی چی؟ دور من خونه رو نگاه کنیم. کلید الان پشت بود یکی هست. آخه کی جرأت میکنی؟ خب بودو تو پوزه درسا که باید بودو یه سر چون بیگه من عجب نمیدم خوله یه رد و برق داد پشموری. خوده 1 2 3 چی؟ جانال آپلود چی بزن؟ دفعه خودت جدید اگه خوب کابین خودی چیه؟ فکر کنم خودی آرامش قرار آرامش آرامش خودی. اوه اینا نخود میگه که یه پای سوراخ خرگوش بیداری غم‌انگیز خاله ست رودس. احساس وحشتناکی وجود دارد که خاله رودس هنوز زنده است و منتظر معبود است. این خودم نوشتم. فورمی میگه که it's playing tricks all while aching. We feel emotionally drained at odds table. میگه که واقعیت این است که ذهن من رو فریب میده باعث میشه حالا نظر احساس قوه تخیل بی‌ثباتی از نظر عاطفی احساس تخیل و بی‌ثباتی کنم باید استراحت کنم و بخوابم. دونش ریلی و خودم هم که دارم بازی کنم تا حالا نخوابیدم. احتمالا باید همینه بریم که درشو پیدا کنیم. یک سال از گیفیلی بازی رفتی پشمو.
باز دیگر مثلا اینو باز بذاشی بشید. ساعت چنده؟ ساعت 2. الان بچه من بهتون بگم شما بگیرم تو آقا طرف 21 رو به 2 شب اومده خونه قبل سابق چه زده شد. I can see cables connecting to the door. It looks like it's electrically locked for some reason. چو خوشیه چی گفت؟ Blocked. یه بار یادش میشه بگی چی گفتی؟ Blocked. نفهمیدم که چی داشت میگفت. اوه عکس دختر یا اول فصل صدای چی بود؟ این در باز میشه. آقا خونه یه منو گفت بیرون. املاکی زنگ زد گفت بیتی یه تومن مشتری پیدا کردن. ابوالفضل حق جلول و حاله نمیشه. گم شو بیرون. هر کی هستی سیتی شه سیتی. یا ابوالفضل یا پیغمبرم. ولی بخواه برم بالا چون بالا بخواه برم دهنم سرویس. چرا هم هیچ خبری نیست. در باز بذار. مادر وای حاجی خیلی بد پشمام ریخته. خواهش برای چی تازه دارم با اینهای وسایل خونه رو نگاه میکنم. من دیگه چه دل و جرأتی دارم. باید لور خونه رو کلا آوردم بالا. دیگه خیلی لورش پای بود اصلا هیچ چاریش نمیشه. قفله نگفت چیه این؟ با پنجره هست دیگه با پنجره افتاده بگیرش. بابا زهره بار یه در باز بذاری. هرچی در بزنن باز بازه. چشو رو دیگه میتونی بشوری ها. یا اول فس افاظه چیزی اضافه نشد فعلا که نه. اویلا من تو در رمت خوف باشه. آقا من گو خوردم. نه آقا چه گو خوردم؟ آقا بیریزید جمع کنید دوید بیا. آقا خوشگله آنها که خواستید درزید بیرون اشکال ندارم. این چیه؟ هر کی تو راحته رو بغل کرد. این چیه؟ خب برش دردی یه جوری باید اینو برداری. طلب نداری بدازی با زبون خوشی یا برید بیرون نمیرید. اوه این چی هست؟ هیچ چیزی خاصی نیست. چجوری میشه اینو برداشت؟
در برای چی بستی؟ در باز باشه. اومدیم یه های گیری فرد دهنا تبریک کنیم چه نداری؟ یه های فرا الان نمیزه الان استراحت کامل. اینه چرا رفتی؟ اینجا چی بود؟ پنجره باز باز باشه و راه فرار باش. ببخشید داره با فرود داره با زوگا یاره خواهده بله یا حق بوده بره بالا. خوش گله خوش گذشت عجا خوش گذشت. به نظر من یه راهی باید باشه اینجا سیبه. دوستا کابلای این لوه ها شاید آره اینو برش داره چرا نمیتونه برش داره. دارم فکر میکنم Locked. با زهره برو اصلا دوست دارم لاک باشه. Locked. چجوری باید ببردی؟ پرش نداره که خدا پرش داشته رزیدنت ایویل میپریدی میرفتیم یه میکروفون یه جلوتر. این تمام کابلا یه چیز جدیده. کابل قدیمی نیستش. صدای چی بود؟ صدای چیزی بود. اینو خوش کرده او حداقل یه چیزی پشت عکس حداقل یه دونه بزن شده با امیدوار بشون. این رادیو نشون میده که هنوز یه سری چیزا رو خوب ندیدیم. یه کابلا تمام جدیده. کابلا قدیمی نیست. 106 وای همچون میکروفون اذیت میکنه. وای بابا زیاد یا بلفست چرا نمیدونم نمیترسم فقط جفت کردم. دوره بریم تو خونه. ببین وقتی اینا داره یعنی چی؟ این لوستر به نظر من یه جوری برق روشن کن. این چیه اینجا؟ یه ربطی باید اشاره I guess that's the lever that operates the fuse box. Who in their right mind would put it there? همین دیگه. There must be a way to get it. یکی هست تو زمین اهرامی که جمع فیوز رو کار میکنه. البته بهشون گفت همون دیگه. این اهرامه رو باید چجوری ما بگیریم؟
یه اهرو رو بذاری کل کار خود. آقا من میگم یکی داره ما رو سر کار بذاره به اول فصل. آقا این اهرو بیجاست یه دقیقه بپر رو روستر دیگه. میری تمام کابلا جدیده. سلام علیکم. واسه بود خدایا یه راهی برسه. اگه من سیب واسه این آقا یه سیبش یه جوری باید رفته توی درم یا همه او مجرم قفل همه چی خوب به در بسته خوردیم این سگ. چرا هر ببین فیوزور خط بزده درش سرش. این اهروه رو بلد میدم اما چجور باید بکشیمش. مشم نمیشه به سوزوس. خیلی قضیه عکس خانوادت با چند تا بچه بودی دفترچه خاطر چیزی ننوشت به درد بخوره. انگاری که چیزی ننوشت. خانواده بود چی؟ خانواده فعلا همون. عکسش عکس آمریکایی های قدیم وقت توم از آمریکا قدیمی شروع میباره. ببینیم در باز نشد برامون دوباره. این دره یه ذره مشکوک میزنه. این همه پوشگی میبوزی چرا رو کن آخه عجیبه. یه سری کابلا دوباره اومده این یه کابلاش قویه یا که با چوب بزنه. یه چیه؟ تشخیص بده هر چیزش روی نه چجوری بزنیم. ببینیم در دیگه بازه شد. یه دره که کلا باز نمیشه. یه بلد بخواه آقا این همه راه فرار میده خودتو دیگه داشته باشید دیگه قضیه رو. برید بخواد چه اتفاقی بیفته. بخواه بریم یه پشت خدا رو نگاه کنیم. نه دیگه الان باید یه کاری کنیم که لوستره روشنش.
پس یه کاری بکنید. فکر میکنم تا همینجا واسه پارت کافیه. پارت 2 شب دقیقا بعد همین ویدیو رکورد میکنیم، یه استراحت ریزی بزنیم، ادامه بازی هم یاق فکر کنم. احساس میکنم یه مقدار نیاز به خالی کردن ذهن، یعنی اون فجور ذهنمون رو خالی بکنیم. لایک ساب از انگوله بغلش رو حتما فعال بکنید. امیدوارم که لذت برده باشید دیگه. حتما ساب خواهش میکنم برای حمایت از من حتما ساب بکنید. خسته نباشید. خدا نگهدار.